از آب حیات دوست بیمار نماند، در گلبن وصل دوست یک خار نماند. گویند دریچه ایست از دل سوی دل، چه جای دریچه ای که دیوار نماند. جانم چای میخوری؟ نه نمیخوام. چایش خیلی خوبه، الان درست کردم. اتاق بابا رو تمیز کردن؟ بله اتاق بابا رو تمیز کردیم، لباساشم همه رو دادم یه نفر ببره ایران بده به دوستش. مامان بله پیمان کیه؟ پیمان یکی از دوستای قدیمی باباست. گاهی می اومد بابا رو میدید میرفت، من زیاد نمیشناسمش. بازش نکن، آخه مال شما که نیست. پس بیا بریم خونه پیمان. میدونی پیمان کجا زندگی میکنه؟ نه من اصلا نمیدونم کجاست، من آدرس خونش رو ندارم، نمیدونم کجا زندگی میکنه. اسم فامیل پیمان چیه؟ پیمان محمدی. یک پیمان محمدی نزدیک ماست. بیام برم. نه مادر من خستم نمیام، بهتره که با پست بفرستیم. ممکنه ادرس درست نباشه. نه مهم نیست، مهم نیست، میفرستن. کت بیا بشین، کتتو درار، یه چایی بخوری، خستگی در کن. پس من خودم میبرم. این نامه رو خودت میبری میدی به دست پیمان؟ بله. خب خیلی ازت ممنونم، قربونت برم. خدا تشکر میکنم. ببخشید بابا. I'm not buying anything. Steve, open the door. What do you want? Are you Payman Mohammadi? No, that's my grandfather. He died about 6 months ago. Why are you looking for him? My grandfather was friends with your grandfather, and we found a letter addressed to him and his things after he died. Please, come in. Okay. Hi, I'm Parisa. Nice to meet you. I'm Amir. My grandfather used to talk about your grandfather a lot. He enjoyed being able to reconnect. Do you want to look at the letter? Yeah, sure. What's on it? It's a poem. It's addressed to you.
I think you reused the envelope. از آب حیات دوست بیمار نماند. در گلبن وصل دوست یک کار نماند. گویند دریچه‌ایست از دل سوی دل، چه جای دریچه‌ای که دیوار نماند. سلام مامان. این امیره نوه پیمان دیگه با ما نیست، پیش باباست. سلام. خیلی متاسفم از شنیدن این خبر. ناراحت شدم. خیلی خوشحال شدم شما دیدم. خیلی تسلیت ممنونم. میگم. خیلی ممنونم، متشکرم. بفرمایید بشین. مرسی. چایی مرسی. براتون بیارم. مرسی. من عکس دارم. میخوام با شما نشون بدم. این شوهر شما هست و پدر بزرگ من.